ترکمن صحرای ایران از شمال به رود اترک، از جنوب به کوههای البرز، از شرق به جلگه جرگلان و از غرب به دریای خزر محصور است و وسیله 3 رودخانه اترک، قرسو و گرگان مشروب می شود. این دشت وسیع و هموار که در جوار دریای خزر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد قرار دارد، به واسطه بریدگی‌های آبرفتی رودخانه‌ها به قطعه‌ها و قسمت‌های مختلفی تقسیم شده است. همین دشت از سوی دیگر در ادامه سلسله کوههای البرز، کوههای گلیداغ، آلاداغ و هزار مسجد را دارد که در سمت شمال شرقی واقع شده و با کوههای قره‌پلان و چشملی زینت یافته و به موازات ارتفاعات خالد نبی و نازلیداغ سمت شرقی را می پوشاند. در شمال این دشت غنوده در دامن کوهستانها سونگیداغ و چاریگل واقع شده که سونگیداغ مرز میان ایران و شوروی را مشخص کرده و ارتباط نیاکان ترکمنها را از هم جدا می کند. چنانکه دیگر دشت‌های سرسبز، دره‌ها و کوه‌های دو سوی سونگیداغ و رودخانه اترک به تمامی پذیرای تیره‌های 3 قبیله کوکلان، تکه و یموت نیست. قبیله اوغوز، این عمده‌ترین نیروی تشکیل دهنده امپراتوری ترکان تیوکیو، با اضمحلال امپراتوری ناگزیر به اطراف کوچ کردند و جمعی از آنها در شمال ماوراءالنهر اسکان گزیدند. اوغوزهای مهاجر با جنگ و ستیز به زمینهای همسایه جنوبی خود خراسان وارد شدند. گاه به خدمت حکومتها در آمدند و زمانی با نگاهی آزمند و جستجوگر چشم امید به یورش دیگر داشتند تا در پرتو این تاخت و تازهای بی امان و حمله های مداوم شبانه روزی بتوانند به روزگاری در آسایش دامهای خود را بر مراتع سرسبز کوچ دهند. این جنگ و گریزهای همیشگی ادامه یافت تا سرانجام یکی از خاندانهای بزرگ اوغوز به دنبال نیاز مردمان قبیله‌اش، زن و مردی که به جستجوی مأمن و مسکنی بودند، امپراتوری غزنوی را شکست داد و بر سرزمین شمال شرقی ایران یعنی خراسان دست یافت و حکومت سلجوقیان را تأسیس کرد. از اوغوزها، این صحراگردهای تاریخ که از اواسط قرن 4 هجری قمری ترکمن خوانده شدند، بعد از انقراض حکومت سلجوقیان اطلاع دقیقی در دست نیست، مگر اشارات کوتاهی حاکی از اختلاف و درگیری آنها با حکومت‌های وقت و جنگ و گریزهای همیشگی برای دستیابی به جان و مال دیگران از طریق یورش‌های مداوم تا زمان مرزبندی ایران و روسیه. هر قوم و قبیله و ملتی را نشانه‌هایی است بیانگر اعتقادات، آیین‌ها و مناسکی که ریشه در ادوار زندگی و معیشت آنها دارد. فرهنگ ترکمن نیز از این نهادهای اعتقادی که تجلی خاستگاه‌های آیینی آنها به شمار می‌رود مستثنا نیست. ترکمن‌ها که از نظر عقیدتی و یا عرضه دستاوردهای فرهنگی به مظاهر طبیعت پیرامونشان و مناسبات حاصل از زندگی دامداری محدود بودند، با پذیرفتن نشانه‌هایی از محیط و برگزیدن این توتم‌ها به توتمیزم و شمنیزم گرویدند. چنانکه ساخت ذهنی آنها آنچنان بارور از نشانه‌های گوناگونی چون گرگ، قوچ، شاهین، آبگیر و برکه شد که به صورت پیکره‌هایی تراشیده از سنگ و گل بر گورستان‌ها و عمارت‌هایشان قرار گرفت و به شکل نقش‌های زینتی بر قالی‌ها، سپرها، زیورآلات و تمامی مایملکشان جلوه کرد. اعتقاد به این مظاهر طبیعی و روح بخشی به آنها موجب پیدایش باورهای خیر و شر شد که برای در امان ماندن از ارواح شرور ناگزیر از برپایی مراسمی جادویی شدند که به یاری پزشک جادو آنها را دفع می کردند. منابع تاریخی نشان می دهند که اوغوزها مذهب مشخصی نداشتند. ترکمنها در عین اعتقاد به خدای واحدی که آن را تنگری می خواندند، پیرو مذاهب توتمیزم، آنیمیزم و شمنیزم بودند. تنگری یا آسمان خدایی نام موجود عالی قدری است که بر جهان مسلط است.
عمده‌ترین عامل انتشار اسلام در میان ترکمنها وجود روابط بازرگانی آنها با مسلمانان خوارزم بود. حضور کاروانهای مسلمین در مرزهای ماوراءالنهر و وجود صوفیان ساکن مرزها و تبلیغ آنها در آسیای میانه از بارزترین نشانه‌های شناخت اسلام در میان ترکمن هاست. نفوذ اسلام در میان قبیله‌های مختلف ترکمن از قرن 4 هجری به بعد رواج یافت. پیشوایان و روحانیان ترکمنها که اهل تسنن و پیرو طریقه ابو حنیفه هستند، اصل و نسب و پیشینه خود را به 4 خلیفه نخستین و بعضی از مقدسان می‌رسانند. قبیله‌های اوغوز پس از گرویدن به آیین اسلام و پذیرفتن مذهب حنفی، هر کدام به مقتضای شرایط زیستی خود به یادبود مقدسین زیارتگاه‌هایی بنا کردند و به برپایی مساجد و معابدی همت گماشتند. چگونگی پیدایش کلمه ترکمن در تاریخ اوغوزها مشخص نیست. نخستین بار در نیمه دوم قرن 4 هجری مقدسی در کتاب خود برای معرفی اوغوزها از این واژه استفاده کرده است. درباره معنای این واژه تاکنون تعابیر و معانی گوناگونی ارائه شده. ترکمن یعنی من ترک هستم. معنی ترکمن به قول حضرت مولانا فتح کرندی من ترک هستم می باشد که از خودپسندی ترکمن هاست. اینان ترک نیستند، فقط از بعضی جهات شباهت به ترک ها دارند، پس بنابراین اینها رو ترکمان یعنی مانند ترک نامیدند. دسته از ترکان مسلمان به علت تعصبی که در ترک بودن خود داشتند این اسم را برای خود برگزیدند. آنها پس از مسلمان شدن بعد از لفظ ترک کلمه من به آخران افزودند، یعنی ترکمن به معنای من ترک هستم. ترکمن یعنی ترک با ایمان در قرن 8 دون جنگ و خونریزی اسلام را قبول می کنند و از آن پس در اثر قبول همه جانبه آنها رهبران اسلام ترک ایمان نام می گذارند و بدان اسم شهرت پیدا می کنند و در اثر تخفیف کلام از ترک ایمان به ترکمان یا ترکمن خلاصه می شود. کلمه ترکمن یک اصطلاح قومی نیست بلکه اصطلاحی است سیاسی. اساس زندگی ترکمنها را پرورش دام و بهره برداری از ثمره آن به وجود می آورد و از آنجا که برای ترکمن دام و مرتع لازم و ملزوم یکدیگرند، ناگزیر هر فصل سال به مقتضای شرایط آب و هوایی به مکانی کوچ می کنند. کوچی گاه عمومی برای تمام افراد قبیله و گاه فردی برای چوپانها و گله ها. از آنجا که دوشیدن شیر دامها، تهیه لبنیات و انجام بسیاری از امور زندگی هر خانواده ترکمن از وظیفه زنان به شمار می آید، پیش از این دوره در تمام کوچها، قشلاقها و ییلاقها خانواده نیز همراه گله بود. اما با گذشت زمان و ضرورت اسکان یافتن، خانواده تنها در قشلاق گله را همراهی می کند و با دستیابی به مرتعی سرسبز آلاچیق‌های پیش ساخته برپا می شود. ترکمن دریافته است که باید آسایش و راحتی را به رغم تمام مصایب از موهبت‌های محیط پیرامون به دست آورد. از درخت، سبزه و گله آنی را دریابد که بر زندگیش مفید می‌افتد. پس با چنین اندیشه‌ای مردانی گرد آمدند و با امکاناتی اندک و همه برآمده از محیط، خانه، اوی یا آلاچیق را به وجود آوردند. مردانی که بر اثر تجربه از مهارت و استادی برخوردار گشته بودند،
شاخه‌های بلند و کشیده را تراش و برش دادند و از آن تسمه‌های انعطاف پذیر فراهم کردند تا چون پودی در تارهایی که از چوب‌های خمیده ساخته شده بودند قرار دهند و بدنه قوی را به وجود آورند. قوی یا آلاچیق گنبدی شکل است و مشبک به قطر 5 تا 6 متر و ارتفاع 3.5 متر. در مجموع 4 قطعه طارمی به حالت افقی دارد، 60-70 قطعه چوب کمانی یا عقب که نسبت به زمین عمودی است، 1 قطعه تنک خورشیدی شکل و 4 چوبی و دری دولنگه. قطعه های کوچک و جدا از یکدیگر که کوس را سهل می‌گرداند و برپایی آلاچیق را در هر شرایطی برای زنان که این وظیفه را بر عهده دارند ممکن می‌سازد. مجموعه‌ای بی‌نظیر با ساختی زیبا به شکلی برگرفته از آسمان که در هیچ قوم و قبیله دیگر این سرزمین همانند ندارد. سختی و رنج زن و مرد ترکمن آسایشی می آورد دلنشین. گویی تولدی دیگر و زندگی دیگری آغاز می شود، دلکش و به دور از هر گونه گزندی که به شکرانه آن به نیایش می ایستند. آنگاه رقصی گروهی مشهور به ذکر خنجر برپا می دارند که از مراسم و آیین‌های گذشته برآمده و در طول زندگی ترکمن مدون گشته است. آیینی به شکرانه موفقیت‌ها و به دست آوردن موهبت‌ها. قلغن يرين قيا
با برپایی آلاشیخ‌ها و سامان گرفتن در دشتی گسترده و خرم، جهانی دیگر و زندگی دیگری آغاز می شود. آنگاه که با توانایی و پویایی توأم گشت پذیرفتنی است، حتی اگر آمیخته به دردی باشد جانکاه. بانوی ترکمن بیاری شوی به تدارک آن روزی می نشیند که تولد نوزاد نزدیک است. پیش از مولود جامه زایمان می پوشد و دست می بندد تا به تنهایی توانایی تحمل دردش ممکن گردد. دیگران، زنان خانواده، حتی ماما، کاری آنچنان انجام نمی دهند مگر هنگام تولد نوزاد، و اگر کمکی هست خوراندن جوشاندهی به زاوست و خواندن وردی تا تولد نوزاد تسریع شود و بانو از درد رهایی یابد. بخور بخور ساقم بخور 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 بخور
عدم رعایت بهداشت و دور بودن از دارو و درمان چنان است که به ندرت کودکی بالغ و بزرگ می شود. اغلب آنها مرگی زودرس دارند. از این رو پدر بزرگ این خانواده که تا امروز 2 نوه را از دست داده نگران و مضطرب سلامت نوزاد است. Hemen rahatlar oturuyorsun. Vaktin hoşlar oturmana, onu gözünü. Korkuyan, olala iki ayak kısmı içilencesi, sonunun çürüyüm tordu oturuyor. Hemen rahat kol oturuyorsun, ağıtın bolcuk kolaya salabat bolcuk, cadesi bağ mı? Haydi oğlanlar, seyir gelin. Oğlum çıkar. Oğlum çıkar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah semet yemiyele söyleme ule söyleme kullu hukuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allah Allah semet yemiyele Allah. ترکمن‌های ترکمن صحرا معتقدند که اگر ماما کودک را بدزدد و به آلاچیق خود ببرد و از زیر تاقان بگذراند، نوزاد عمری گران خواهد یافت و به سلامت خواهد زیست. اسم الخافي ده الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Getir diğerle oğlanın eziyet havlık diye. Havadan neydi? Getir diğerle başımıza getir diye. İsler tapanıma açırıma yapanım alle alleların balami. Nerede yaksın anne? Ben bir çay vermem elimde. Kol attı. Şun bir gayret edip bir becerdi. Şun kıymetine çağırdı. 10 mun tümen o kıymet.
Hürmet aşağı kaçırsan kovulacak. Kaçır mal kızıl gümüş baha olandan bir de sarf etmeye. Gayratı kaçırın da. Kaçırmağına neme de biri sarf eder. 9.500 tümen kıymetli. Bolya ben onu bir dayanı vereyim. 500 tümenle. 2 haftadan becer verir. Bolya tanı. Bolya hoş vakit. Hoş vakit. مراسم ازدواج در میان مردم ترکمن طریقی خاص و آدابی مدون دارد. معمولاً پدر بدون توجه به میل و خواست پسر دختری را برای همسری او انتخاب می کند. دختر نقشی ندارد، ناگزیر به پذیرفتن هر آن کسی است که چشم وصلت به او دوخته باشد. در آغاز پدر داماد اقوام ریش سفید خود را از تصمیم خویش مطلع کرده و آنها را به خواستگاری می‌فرستد. ریش سفیدان در نشستی ساده نظر پدر دختر را جویا می‌شوند. پس از کسب رضایت پدر دختر از مهریه گفتگو می‌کنند که مبلغ آن معمولاً بدون توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها تعیین می‌شود. وعليك حكم نريد فكرتين انت هاتي ترى لجنة توضع تشيا ليالة تفتقى لبارا ولي قتل بازم هاي بلتين ولا سويدن بازم لأن برداشت تقرين. یکی دو روز پیش از رفتن به خانه عروس گردنبندی از سکه های طلا و نقره بر گردن دختر کوچکی از خانواده داماد آویخته می شود. دختر به تنهایی یا همراه با دوستانش به خانه یا محل کار اطرافیان و اقوام می رود و آنها را برای روز خواستگاری و نشان کردن دختر دعوت می کند. آنها ضمن شادباش و آرزوی وصلتی پایدار برای عروس و داماد سکه‌ای به نشانه هدیه بر گردنبند می افزایند. زنان نزدیک به داماد هم به سهم خود در این شادی فعالیت دارند. قاتلما می‌پزند. نانی فراهم آمده از آرد گندم که در روغن سرخ می شود. نزدیکان داماد به ویژه خواهر یا زن برادر او که گوسفند ذبح شده ای را همراه دارد هدایای اقوام را به خانه عروس میبرند. در فاصله رسیدن همراهان داماد خبر به خانواده و محل اسکان عروس میرسد. خانواده داماد با ورود به عبه عروس و رسیدن به آلاچیق هدایا را تقدیم می کند. Melekini kutaybidiňe getiren näslam arazi var. Taptamyzdan getirdik. Wali kutlawasyň başçymalywasyň kawuda. خانواده عروس بر گرد هدایا جمع می شوند و شاد از بخت گشاده دختر گوسفند ذبح شده یا دوش را بر آلاچیق می آویزند و طی آدابی به خواهر داماد اجازه می دهند به دیدار عروس برود و حجاب از چهره او بردارد و هدیه‌اش گردنبند کامل شده را بر گردن او بیاویزد.
تعالى تنقل من إذن ورد تفضل لا مدتی بعد در روزی سعد جارچی اهالی روستای داماد را به جشن و سرور فرا می‌خواند. مردم همنشین با داماد از کوچک و بزرگ هر کدام به فراخور وضعیت اقتصادی و شأن اجتماعیشان هدایایی به خانواده داماد می‌دهند. هنگام ظهر میهمانان از خوراک معمول جشنها که آن را صدقه میگویند تناول میکنند. خوراکی به نام چکدرمه مخلوطی از گوشت و برنج که از بهترین غذاهای ترکمن صحراست. أعوذ بالله آمين آمين وقرب إني مبارك وأنت خير المنزلين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين 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 برحمة روز بعد خواهر داماد یا زن برادر او در کجاوه‌ای می نشیند و همراه ریش سفیدان که پیاده قاضی خوانده می شوند و چند تن از خویشان برای آوردن عروس می روند و تمام مهریه عروس نیز به همراه برده می شود. با رسیدن کاروان مادر عروس بر پیشانی شتر به نشانه برکت و سفید بختی آرد می پاشد. پیاده قاضی به نزد مادر عروس می رود و پس از پرداخت شیربها به او اجازه بردن عروس را می گیرد. bize awal kudu da vallo inni bize senin ustadan magallik şiir bahağında al bizim tavan camii icazamızı verdi son dile magallik. Ne? Ağzı olsa kan orunu orada yana daydı ne? Ay biz ne hem bolyadık ağzıdır kandır içine awal ka aramıza kadar. İcazı ver ona ya. İcazı Allah'tan. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين الله أكبر قلنا إجازة بالبداية پیاده قاضی اکنون به سراغ پدر عروس آمده تا او نیز پس از دریافت مهریه دخترش اجازه بردن عروس را بدهد. پس از کسب اجازه از پدر و مادر عروس، خواهر داماد با دستمالی به نام چاشو به آلاچیق عروس وارد می شود و آن را به سوی ینگه ها و همراهان عروس می اندازد و می گوید این از طرف خانواده داماد است و آنها می گویند نه نه نه.
او میگوید این را از خیره آورده ایم. میگویند نه نه نه. میگوید مال آدم فقیری نیست، از صندوق یک بای است. میگویند نه نه نه. چون همراهان عروس راضی به بردن او نمیشوند، خواهر داماد و خیشانش به زور متوسل شده و عروس را با خود میبرند. به گاه بردن عروس برادر او بر سر راه کجاوه می ایستد و مانع از رفتن می شود. خانواده داماد با دادن خلعت او را نیز راضی به بردن عروس می کند. ترکمنها برای بردن عروس هم آدابی دارند. چنانکه در طول راه یکی از سواران دستمالی چیزی از کجاوه عروس می رو باید و می کوشد آن را به خانواده داماد یا یکی از اهالی روستای او برساند و در این خبر رساندن و دریافت مژدگانی است که مردان ترکمن تیزپایی اسب و چابکی خود را محک می زنند و سوارکاری خود را می آزمایند. با رسیدن کاروان عروس، بستگان داماد شاد از رسیدن آنها سنجد و سکه بر سر عروس می پاشند و ینگه ها عروس را به اتاق می برند و به توسط تطقی یا پرده زفاف او را از دیگران جدا می کنند. برای انجام عقد پیاده قاضی و شاهد ابتدا به نزد داماد می روند و از او وکالت می گیرند و بعد به نزد عروس می آیند. زمانی که عروس و داماد وکلای خود را تعیین کردند، پیاده قاضی و شاهد به دیگران می پیوندند. این جمع به وکالت وکلا شهادت می دهند و آخوند خطبه عقد را جاری می کند.
İbrahim halallık vecibetli ve uçaverli için vekil olup kabul edip verdim. Men Hacı Rahmanlı Aradiyeli bayım Qiydi Maytani Tağınırdı bayım oğlu İbrahim'e halallık cüftlik den şevherlik için vekil olup aldım. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل النكاح. همزمان با قرائت خطبه عقد زنان در 4 طرف خانه قیچی ها را به نشانه شکسته شدن طلسم و دور شدن ناپاکی برهم میزنند. إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العليم السميع الدعاء. آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم. هنگام غروب قلب سرخ شده گوسفندی به 2 نیم می شود تا نیمی از آن را عروس و نیم دیگر را داماد بخورد. İdirme, ailece koyunup giydirme, soyunukla kaptırma, ağırla deptirme, atın uçurulu olsun, doğanın tükülü olsun. Seni hudaya tavsırdım, maytan sana tavsırdım, seni hudaya tavsırdım. Açarım, hayvan, روز بعد پس از تغییر آرایش گیسوی عروس و گذاشتن آلدانگی بر سرش به نشانه بانو شدن دستهایش را به امید برکت در آرد و روغن فرو می کند. رویای بانوی ترکمن انجامی کوتاه دارد. یک شبه به پایان می رسد. بانوی ترکمن پس از چند روز باید که با شوهر وداع کند و به مدت 2 تا 3 سال از دیدار او محروم باشد. باید به تنهایی به ساخت زندگی بپردازد و آنگاه که آداب همراهی را، سازندگی و بالندگی را به خوبی آموخت، به سوی او بازگردد. زندگی بانوی ترکمن سخت و طاقت فرساست. سهم عظیمی از زندگی خانواده بر دوش اوست. بانوی ترکمن باید که در کنار پرورش و تربیت کودکان، تهیه چاشت‌های سگانه، نظم دادن به امور زندگانی، سهم عظیمی از معیشت خانواده را نیز بر عهده گیرد. بانوی ترکمن پشم می‌ریزد، نمد می‌مالد، برای پوشش آلاچیخ‌ها حصیر می‌بافد و گاه با فروش آنها کالای ضروری زندگی را نیز فراهم می‌سازد. برای بانوی ترکمن استراحت معنا و مفهومی ندارد. او از کودکی به کار است. وقت نمی شناسد. می ریسد و رنگ می کند. از رنگهایی بهره می جوید آشنا، برآمده از گیاه‌های محیط زیستش.
رنگ‌های طبیعی ساده و تند، سبز، آبی، زرد، نارنجی و سرخ. کمتر خانه یا آلاچیقی در ترکمن صحرا بدون دار قالی یافت می شود. در هر کجا می توان دارهای خوابیده بر زمین را دید و زنان را که سخت و بی امان در کار بافتنند، بی هیچ فراغتی. بانوی ترکمن به کودکی دستیار مادر است، در جوانی اسیر دار قالی است و در پیری افتاده در پیله پشم پذیرای مرگ. بانوی ترکمن اسیر نظامی است قبیله‌ای قومی، راضی به رضای مرد خانه است، نه به خود می‌اندیشد نه به گذشته، حال و آیندهش. او می‌داند که پشتش خمیده خواهد شد، می‌داند که درد پا طاقت از او خواهد برد، می‌داند که سلامت خود و کودکش به وقت حاملگی در خطر خواهد بود، می‌داند که سوی چشمانش را از دست خواهد داد، می‌داند که به بیماری سل مبتلا خواهد شد، اما چاره‌ای نمی‌داند. اگر به چاه ژرفی سنگ بیندازی گم می شود مادر جان، اگر به ایل بیگانه دختر بدهی گم می شود مادر جان. سوزن و انگشتانم را به کناری بیاویز مادر جان، بر نمدهای سپید ببین جای خالیم را مادر جان. خویشانم که آمدند بگو که گم شدم مادر جان، دوستانم که آمدند بگو که مردم مادر جان. تا دوباره بازگردم سالها خواهد گذشت، بند بخشم خاکستر می شود و کمربند سفید آویخته از دیوار آلاچیق زبان می گشاید و از رنجم سخن می گوید. Bye.
رابطه ناگسستنی انسان و طبیعت در تسلسل زنجیره خود ستیز آدمی را پیش آورد و در نتیجه اندیشیدن به رابطه فیمابین را سبب شد. اندیشه‌ای که در قبیله‌های مختلف از آغاز هماوایی و هماهنگی با طبیعت به دلیل چگونگی معیشت به ویژه در رابطه کار و تولید به صورت‌های گوناگون شکل گرفت و سرانجام ایمان به طبیعت را پیش آورد. مصائب و نابهنگامی های طبیعی سبب شد انسان مغلوب و مغضوب به اشیاء به صورتی مجرد و انتزاعی بیندیشد و از هر چیز نه بدان گونه که بود بلکه بدان سان که نیاز میشد بهره جوید و تصور تسلط آدمی بر طبیعت را به جایی رساند که دیگر تفکر و پیروزی بر طبیعت جزئی از خود و سرشت آدمی محسوب نگردد و خشم طبیعت پادافره گناه به حساب نیاید. اما از آنجا که هنوز نابهنگامی ها برای انسان توجیه پذیر نبود، نیازمند آداب و مناسکی گشت تا روح او را، روحی را که جزئی از طبیعت می‌دانست، تسکین دهد. چرا که در غیر این صورت خود را در ورطه نیستی می‌دید و بودنش را چنان در مهلکه هستی و نیستی می‌انداخت که بیمار می‌گشت. روحش در عذاب قرار می گرفت و احساس می کرد فاقد توانایی های معمول گشته است. چون که با گذشت زمان همین آداب و مناسک شکل ساده و ابتدایی خود را از دست دادند و نسل های بعد با دریافت مفاهیم گوناگون صورتهای مادی را کنار گذاشتند و به آیینی ویژه هر قبیله دست یافتند که تجلی صور معنوی بود. شکل، حرکت و صوت هر آیین نیاز روحی گشت و به تقدسی رسید که تنها به مناسبت‌هایی اجرا می‌شد.